سلام به حضور همه شما هم نفس‌های برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه یاد خدا امشب که هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد آخرین ذخیره خدا، یعنی صاحب این مکان مقدس، وجود نازنینی که این مسجد مقدس و نازنین یعنی مسجد مقدس جمکران به ذکر و نام و یاد ایشان برپا شده. امشب انشاءالله محضر استاد محترم مجدد الاسلام و المسلمین فؤادیان عزیز هستیم و میخوایم پیوند بین قرآن ناطق، وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا رو با قرآن و ادعیه مورد کنکاش و مداقه قرار بدیم. آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمد. و علیکم السلام و رحمت الله. مخلص، قبول باشه، سلامت باشید. همچنین از محبت دارید. سلامت باشید. خیلی لطف کردین تشریف آوردین به برنامه خودتون یاد خدا. خوشحالیم از حضورتون و اینکه میتونیم درباره حضرت از شما بشنویم. خواهش می‌کنم. با مردم اگر سلام علیکی داریم بفرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت عوامل محترم و بینندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. امیدوارم که هر کجا تشریف دارن در تحت توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگی‌های پر از خیر و برکتی داشته باشند. سلامت باشین. خیلی ممنونم. مردم هر جایی باشن و ما هم که تهران ساکنیم، البته الان که مسجد مقدس جمع کردیم خدا رو سر هزار مرتبه شکر، هر چقدر هم خوب باشیم حال خوب شما که اینجا هم جوار در واقع مسجد مقدس جمکران هستین و همسایه خانم فاطمه معصومه و کریمه اهل بیت، به خوبی حال شما نمیرسه. خوش به سعادت شما و مثل شما. خیلی ممنون. این نظر لطف شما محبت دارین، نعمت بزرگی خدا نصیب شما کرده. همچنینه واقعا. همینطور که شاگرد مکتب اهل بیت هم هستین، الحمدلله رب العالمین. خب من همونطور که عرض کردم ما میخوایم پیوند امام زمان که قرآن ناطقن و با قرآن صامت امشب بیشتر تمرکزمون روی این بحث از شما بشنویم. یه سوالی که حالا عموم مردم قبل از که بپردازیم به آیات که در قرآن کریم اشاره شده به موضوع مهدویت، وجود نازنین حضرت خاتم الاوصیا، یه سوالی که عموم مردم هم میپرسن، حالا بعد نیست اول کاریه شما راجبش صحبت بکنید، اینه که خب حالا اصلا چرا به طور مشخص اسم امام زمان، اسم مهدی موعود ارواحنا له الفدا توی قرآن کریم نیومده و مشخص نکردی که آقا ما یه منجی داریم، مردم قرار ظهور بکنه، 12مین امام شیعیان و این مشخصات مختصات چرا در قرآن کریم نیومده که دیگه همه با خیال راحت مطمئن باشن به موضوع مهدویت، ظهورشون و آخرالزمان؟ بله، همونطور که مستحضر هستید شیوه قرآن در معرفی افراد دو جوره. یه موقع به نام، یه موقع به وصفه. شما ببینید ما 124,000 پیغمبر داریم، نام همشون اومده؟ نه. نام بقیه. حالا خدا میخواد معرفی بکنه، خب نام هیچ یک از اهل بیت رو نیاورده. همانطور که اگه نام پیغمبران دیگه در قرآن نیومده هیچ عیب و ایرادی بر قرآن کریم نیست، چون قرآن میخواد یه سری حقایق کلی رو بیان بفرماید، تبیین اونها به عهده پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام باشه. حالا این کار رو به نحو شایسته در قرآن ما شاهدش هستیم. نام امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش که امام هست نیومده، ولی فرموده انما ولیکم الله، ولی شما کیست معرفی میکنه تا میرسه که اون کسی است که در حال نماز انگشترش را به فقیر بخشیده است. پس غیر از امیرالمؤمنین هم کسی این کار رو نکرده است. شأن نزول این آیه برای امیرالمؤمنین انما حصر کرده، فقط ولی شما این گونه است. حالا میرسیم به امام مهدی علیه السلام. یه آیاتی داریم در قرآن کریم که به امام مهدی علیه السلام تفسیر شده است. درست. یعنی ما با ادبیات عرب که آشنا باشیم بریم به سمت این آیه، ظاهر این آیه داد میزنه که در رابطه با امام مهدی علیه السلامه و یه سری آیاتی هست ما نمیتونیم بفهمیم. اهل بیت که راسخ در علم هستن اونها اومدن تعویل کردن، تفسیر برای ظاهر آیاته، اما تعویل برای باطن آیاته. تو سوره آل عمران میخونیم که خداوند این کتاب رو که فرستاده در این کتاب
آیات محکم و متشابه وجود داره. درست. حالا یه بحثی از چرا خداوند آیات متشابه میشد آورده، همش محکم باشه، چرا همش محکم نشده؟ اینم خودش یه بحث مهمیه. من دوست دارم یه بحثی بگم که به درد بیننده ها بخوره. این بحث رو من بلد نبودم. از کی یاد گرفتم؟ خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی تو دانشگاه امام صادق تهران یه بحثی داره در رابطه با محکم و متشابه در قرآن. بحث و قشنگ میاد میچینه، بعد میاد میگه تو همه جای دین محکم و متشابه داریم. فقط تو قرآن نداریم، تو سیره پیغمبرم هست، تو سیره امیرالمومنین امام حسن میاد بیان میکنه و میگه قرآن داره به من و شما یک دونه دستور کلی میده. میگه محکمات رو که دارید، متشابهات رو عرضه کنید به محکمات. اگه یه چیزی به شما گفتن، مثلا یه حوادث اتفاق میافته تو کشور، یه سری بنگاه‌های خبری میان یک حرفی رو میگن، این حرف الان بر ما مشتبه کرده کار رو، ما که محکمات رو داریم، اینو ارجاع بدیم با این محکمات، با این حرفا جور در میاد، میبینیم نه، خب ما به راحتی حرف رو قبول نمی کنیم. ما یه چیزای محکم نزدمون هست، ظاهرش مشخصه، مثل قل هو الله احد، خدا یکیست. حالا در رابطه با توحید این آیات برای ما خیلی آیات مهمیه. بعد حالا یه آیه‌ای هم داریم که الرحمن علی العرش استوی، میان قائل به تشبیه و تجسیم میشن از اینه، ید الله فوق ایدیهم. خب ما میدونیم که بابا قرآن محکمش اینه که خدا شبیه ندارد، خدا جسم نیست. حالا اگه یه آیه دیگه قائل به جسمانیت خدا شده مثل ید الله فوق ایدیهم، این متشابه است. به محکم که مراجعه بکنیم میگیم اینجا منظور از ید قدرت الهی است. قدرت الهی فوق همه قدرت ها هست. درسته؟ درسته. این بحث محکم و متشابه که حالا اشاره شد، می‌خواستم اینو بگیم که برادران و خواهران محترم، همیشه تو زندگیاتون به محکمات بچسبید. هر چیزی که مشتبه بود نمیدونیم راستی یا دروغه، عرضه بکنیم به محکمات، به درد همه جای زندگی ما میخوره. ما یه چیزی از امام حسن مجتبی مثلا میشینیم میشنویم، آیا راست یا دروغه؟ خب ما مراجعه بکنیم به محکمات زندگانی امام حسن. در شأن امام حسن آیه تطهیر اومده، اینا معصومن، این کار با عصمت ولی خدا جور در نمیاد، پس ما اینو میذاریم کنار، عصمت رو خدشه‌دارش نمی کنیم. حالا درباره امام مهدی علیه السلام چند تا آیه داریم که تفسیر شده است، یعنی هر کسی که بیاد به سمت این آیات میفهمه این یعنی امام مهدی. مثلا وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده داده به مؤمنین. من از شما دارم سوال میکنم، آیا خداوند خلف وعده میکند؟ خیر. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هیچ موقع خلف وعده نمیکنه، خلف وعید میکند. وعده یعنی بشارت، وعید یعنی انذار. خدا خلف وعده نمیکنه، گفته مؤمن تو کار خوب انجام بدی میبرمت بهش. خدا روز قیامت زیر حرفش نمیزنه، حتما به وعدش عمل میکنه. از ما مؤمنا هم خواسته که به وعده های خودمون عمل بکنیم. درسته؟ نشانه مؤمن اینه که خوشقول به وعده های خودش عمل میکنه. حالا خدا یه چیزای انذار داده، ترسونده، آیا خداوند خلف وعید میکنه؟ بله. بر حکیم متعال خلف وعده جایز نیست، همه متکلمین اینو میگن، اما خلف وعید جایزه. حالا خدا وعده داده، وعد الله الذین آمنوا. خب ما یه نگاه میکنیم از زمان حضرت آدم تا حالا، آیا این وعده الهی که لا یستخلفنهم فی الارض، که یه عده بیان وارث خدا روی زمین بشن، استخلاف پیدا بکنن، امنیت براشون باشه، آیا از زمان حضرت آدم تا حالا چنین وعده الهی محقق شده است؟ خیر. پس باید یه روزی وعده الهی محقق باشه. کی؟ ظهور امام مهدی علیه السلام. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، خدا اراده کرده است. ببخشید من ازتون زیاد سوال میکنم. نه خواهش می‌کنم. حالا دوباره میخوام سوال بکنم، آیا خداوند در اراده شکست میپذیرد؟ خیر. خداوند اراده بفرماید کن فیکون، اراده الهی هیچ موقع، خداوند عزیز است، اراده شکست ناپذیره. و نرید ان نمن، خدا اراده کرده بر ما منت بذاره. منت خوبه یا بده؟
منت یعنی نعمت بسیار بزرگ. خدا منانه. خدا چقدر به من و شما نعمت داده؟ خیلی. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نمیشه نعمت‌های خدا را شمارید. اما همه نعمت‌ها قدر و منزلتشون یک اندازه، یک وزنه؟ نه. خدا میگه و نرید ان نمنه، من اراده کردم که بر شما نعمت بسیار بزرگی بدم. میبینید تو ماه رمضان ها وقتی دعای یا علی یا عظیم میخونیم، اون آخرش میگه من علیه به فکاک رقبتی. من یعنی خدا بر ما این نعمت بزرگ رو بده. هر جای منت تو قرآن یا توی آیات و روایات و زیارات و دعاها من تمن علیه و ادخلنا الجنه. احسن درست میگه. یا یه آیه داریم در قرآن کریم میگه خدا بر شما منت نهاده که از جنس خودتون یه پیغمبری برای از بعث فیکم رسول الله. خداوند منت نهاده که بر ما چنین پیغمبری رو فرستاده است. پس داریم کلمه منت رو معنا میکنیم. ما به یک کسی یک کار خوبی انجام دادیم، مثال میزنیم، یه روز گوشیمون رو دادیم یه بنده خدای زنگ زده باش، بعد از چند وقت بگیم من بودم که گوشیمو دادم. همین که کار خودتو بزرگ پنداشتی، این باعث حبط عملت میشه. منت از سوی ما باعث نابودی عمل میشه. اما خداوند میخواد بگه با من نعمت بهت دادم، اما میدونی چه نعمتی هست؟ و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، اونهایی که مستضعف شدن. خب کیا مستضعف شدن؟ ما هستیم و ظاهرین. آیه برای قوم بنی اسرائیل. فرعون قوم بنی اسرائیل رو به استضعاف کشیده، ولی این قاعده‌ای که داره این آیه بیان میکنه، هر کسی که به استضعاف کشیده شده باشه خدا بهش این نعمت بزرگ رو میده که این خلیفه خدا روی زمین بشه و این برکات شامل حالش بشه. پس ببینید ما حدیث نخوندیم، اما اگه من بگم امام محمد باقر علیه السلام میفرماد این آیه درباره امام مهدی و اصحابش هست، به این میگن تعویل. اون چیزی که ما از ظاهر آیه نمیفهمیم با کمک حدیث میفهمیم، به این میگن تعویل. خیلی ممنونم آقای فادیانز. پس من اینجوری برداشت میکنم قرار نبوده که خیلی همه چیز 0 تا 100ش در قرآن کریم قشنگ پوسکنده جویده شده در کام ما گذاشته بشه. قرار بر این بوده که یه قدری هم ما خودمون پیگیر باشیم، تلاش بکنیم و اصلا این معیار و شاخصه‌ای باشه برای درست این سوال کلیدی برای پاسخ بسیاری از سوالات. آره. مثال میزنم، میگن آقا کی گفته این حرام نجس؟ از ما خیلی سوال میکنن کی گفته این کار انجام؟ تو قرآن آیه‌ای بر حرام بودن این کار نداریم. بلافاصله به اینجا به درد میخوره. مگه کلا آیات احکام تو قرآن 500 تاست. خدا گفته نماز بخوان، اما کجای قرآن گفته 2 رکعت نماز بخوان؟ کجا گفته نماز ظهر و عصر بخون؟ اینا دیگه به عهده نبی اکرمه و اهل بیت اثبات و طهارت. گفته حج انجام بده، اما مناسک حج چجوری هست؟ همش مگه در قرآن اومده؟ پس ما باید بدونیم که به تعبیر حضرت عالی 0 تا 100 احکام، اعتقادات، بله قرآن ما اینو قبول داریم که تبیانا لکل شیء، همه چیز رو بیان کرده است، بیان فرموده است، اما تبیینش، تعلیمش به عهده نبی اکرم، به عهده اهل بیت. خیلی ممنونم آقای عزیز. سلامت باشید. به برخی از آیات قرآن کریم که در ارتباط مستقیم با موضوع امام زمان مهدویت اشاره کردین. آیه 33 سوره مبارکه توبه هم یکی از این آیاته که آقای حسین زاده عزیز آماده کردن. الان اگر موافقین تیمنا تبارکن بشنویم، برگردیم باز توضیحاتش با شما باشه. اجازه است؟ بسم الله. قرآن کتاب ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. چون نیک بنگری دل مجروح هر کسی، چشم انتظار مهدی آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، آیه 33 سوره مبارکه توبه رو با هم مرور کردیم که خدای بزرگ پیامبرش رو با هدایت و آیین درست فرستاد. این آیین بر همه آیین‌ها پیروز خواهد شد، هرچند که مشرکان دوست نداشته باشند. شبیه این آیات دیگری هم داریم. اون سوره صف باید باشه اگه اشتباه نکنم، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون.
و ما همه چشم راه اون روز هستیم. یعنی به نظرم 124,000 پیغمبر و 14 معصوم همه منتظر اون روز که دین خدا حاکم بشه در تمام دنیا هستیم. توضیحاتش با شما باشه. خواهش میکنم، نظر لطف شماست. درست فرمودید. عرض کردم. این آیه 3 جا در قرآن تکرار شده. حالا جان این آیه هم این کلماتشه، این واژه است: لیظهره علی الدین کله. توی سوره فتح آیه 28، سوره صف آیه 9 این تکرار شده است. پس 3 جای قرآن اومده. اولا دین نزد خدا کدوم دینه؟ ان الدین عند الله الاسلام. پس اینجا هم که میفرن لیظهره علی الدین کله، اینجا منظور اسلامه. از اون موقعی که پیغمبر مبعوث به رسالت شده است، آیا دین اسلام همگانی و جهانی شده است؟ خیر. پس این 3 بار تأکیدی که خدا داره در قرآن میفرماید هنوز انجام نشده. باید یک روزی بیاد که هر کجای عالم تشریف ببرید ببینید دین اسلام هست. حالا روایات قوقا کرده در این زمینه. از اهل بیت عصمت و طهارت ما چندین روایت داریم که همین آیه رو خوندن و بشارت دادن به این که روزی که امام مهدی علیه السلام تشریف میاره هر کجای جهان تشریف ببرید گلبانگ توحید و شهادت به رسالت شنیده می شود. حالا طوعاً و کرها، این تو خیلی از روایات اومده. پس ما از این آیه نورانی قرآن کریم چی میخوایم بفهمیم؟ میخوایم بفهمیم که خداوند هدفی داشته است. این پیغمبر رو برای شبه جزیره عربستان نیاورده. این پیغمبر رحمتاً للعالمین برای همه عالم فرستاده. این دین نبی اکرم هم دین خاتمه، بعد از او هیچ پیغمبری نمیاد و همین دین باید به دست همه برسه. حالا یه عده خوششون نمیاد. اولا من بگم منظور اجرا شدن دین اسلام در سرتاسر عالم هستش و خود پیغمبر فرموده اگه یه روز از عمر این دنیا باقی باشه لطول الله ذلک الیوم، تا کسی از نسل من بیاد که یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملت ظلما و جورا. میدونید یکی از خصوصیات ناب نبی اکرم که تو آیه 45 سوره احزاب هم اومده: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا. اولا پیغمبر شاهده، میدونه الان ما داریم چی کار میکنیم. میدونید درباره پیغمبر تو قرآن چی فرموده درباره این شهادت نبی اکرم؟ میفرماید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خیلی آیه عجیبه. پیغمبر بر اقوام گذشته هم شاهده. یه آیه‌ای داریم در سوره توبه، حالا شما آیه 33 رو خوندید، آیه 105 سوره توبه: و قل اعملوا، ای پیغمبر به مردم بگید کاراشون رو انجام بدن. اعملوا فسیر الله، خدا میبیند، و رسول، پیغمبرم میبینه، و المؤمنون. ذیل این آیه شریفه هر تفسیری رو که ملاحظه بکنید نوشتن خدا شاهد است، پیغمبر شاهد است. نفس این آیه داره اینو برام میگه. مراد از مؤمنون کیا هستن؟ اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی الان ما در مرعا و منظر حجت خدا هستیم و شما می‌خواستی برنامه رو شروع کنید با این سلام شروع کردید: السلام علیک یا عین الله فی خلقه. امام کیست؟ چشم خدا در میان خلایق است. حالا این آیه میفرماید لیظهره علی الدین کله، سوره توبه آیه 33. خب ما از این آیه میریم تفاسیر اهل سنت رو میبینیم، چون تفاسیر شیعه که قوقا کرده در ذیل این آیه درباره مهدویت. میبینیم برخی از مفسرین اهل سنت هم همینجا رو به زنگای قرار دادن برای روایت نبی اکرم درباره مهدویت. ما از پیغمبر 564 روایت درباره امام مهدی علیه السلام داریم. 564. بله. یک کتابی هست به نام معجم احادیث الامام المهدی. 8 جلد روایت های ائمه معصوم و پیغمبر رو آورد. یک جلدش هم راستی درباره قرآن، الآیات المفسره. 260 خورده آیه هم به امام مهدی علیه السلام تعبیر کرده. حضور ذهن دارین تو کل معجم 8 جلد فرمودید؟ بله. کلاً چند روایت جمع کردن رو؟ بله، ما قریب به 2000 روایت غیر تکراری درباره امام مهدی علیه السلام داریم و این حجم وسیع از
اطلاعات ما پیرامون امام مهدی علیه السلام یه نقطه قوت برای، چون ما مهدویت رو حضرت آقا هم فرمودن دیگه، زمین ساز اون تمدن نوین اسلامی هستیم دیگه. بله. تمدن نوین اسلامی رو میخوایم بسازیم برای طلوع خورشید عظما ولایت. این عبارت رو امام خمینی زیاد تکرار کردن، حضرت آقا هم همینطور. بله، تو بیانیه گام دوم و در خیلی از سخنانشون این جمله شریف رو دارن. خب عرضم به حضور شما که میخوام بگم که ما برای ساخت اون تمدن نوین و ظهور اون خورشید عظما ولایت دستمون پره. جناب آقای قوامی، جانم، همه ملت ها که حال دینی دارن، اعتقاد به منجی دارن، بله، همه نظریه پردازی میکنن برای آخر الزمان و زمان آمدن منجیشون چه اتفاقاتی میافته، اما هیچ مذهب، دین، مکتبی نمیتونه مانند شیعه در رابطه با اون جامعه آرمانی نظریه پردازی کنه و حرف بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما نکته های بسیار ظریف و دقیقی در رابطه با حکومت ولی خدا امام مهدی علیه السلام داریم. اون آقا میخواد بیاد، یاراش کیا هستن، چه ویژگی‌هایی دارن، دستاوردهای حکومت چیه، حقوق اقلیت‌های دینی در حکومت امام مهدی علیه السلام چیه، محیط زیست در حکومت امام مهدی چیست. میخوام بگم این حجم وسیع از روایات اون پازل رو برای ما تکمیل کرده است. از خیلی دین‌ها بپرسید میگن ما یه منجی داریم قرار است بیاید. و میدونید یکی از امتیازات ما چیه؟ اینه که ما نمیگیم میآید، همه گفتن کسی میآید، تنها کسی که نمیگه میاد ما هستیم. ما میگیم الان هست. السلام علیک و عین الله فی خلقه. او الان. اعتقاد به امام حی و حاضر رمز و هویت ما شیعه است. هانری کوربن یک مستشرق فرانسوی است، می اومد ایران با علامه طباطبایی رحمت الله علیه. علامه هم از قم پا میشد میرفت تهران، خیلی با هم دیگه بحث کردن. مجموع مذاکرات این دو اندیشمند رو دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده. به هانری کوربن گفتن تو برای چی دنبال این مباحث هستی اومدی اینجا؟ گفت همه مکتب ها راه خودشون رو با آسمان قطع کردن، میگن یک کسی میآید. یهودی ها میگن ماشیه، زرتشتی ها میگن سوشیانت، مسیحی ها میگن مسیح، بودایی ها میگن کلکی. حتی برادران اهل تسنن ما هم میگن متولد خواهد شد. اکثر اهل سنت میگویند در آخر الزمان متولد خواهد شد. البته یه چیزم من داخل پرانتز عرض بکنم که آقای علی دوانی یک کتابی داره، امام مهدی و دانشمندان عامه. بیش از 300 دانشمند اهل سنت که اقرار و اعتراف به تولد امام مهدی در سحرگاه نیمه شعبان داشتن رو در کتابش آورده. عجب. بله، برخی از دانشمندان اهل سنت اقرار و اعتراف مانند عقاید شیعه صحبت کردن، اما تعبیر حضرت علی خیلی دقیق بود. اکثرشان میگویند که متولد خواهد شد. باریکالله. حتی اهل سنتی که اعتقاد به مهدویت داره، چون میدونید وهابی ها هم اعتقاد به مهدویت دارن. مثلا یک آقایی هست به نام عبدالعظیم البستوی، پایان نامه دکتراش رو مدینه چاپ کرده. 2 جلد کتاب المهدی المنتظر، یک جلدش احادیث ضعیف، یک جلدش فقط بر اساس دانش رجال اهل سنت احادیث قوی. یعنی اهل سنت یه روایتی دارن که ما شیعه نداریم. قال رسول الله من انکر المهدی فقط کفر. هر کسی مهدی را منکر بشه کافر شده است. این از احادیث اهل سنته. احادیث اهل سنت، حالا چون ما بحثمون قرآنه، قرآن که دیگه شیعه و سنی نداره. اون جمله رو کامل کنیم. آقای هانری کوربن گفتن که همه ادیان میگویند میآیند، اما شما میگویید شیعه تنها کسی است که میگه من در تمام لحظه های تاریخ خودم یه انسان کامل سرپرست ما بوده. میومد ما زمان امام سجاد علیه السلام بودیم، گفتیم این آقا امام زمان ماست. اومد زمان امام جواد علیه السلام ما زنده بودیم، میگفتیم این آقا امام زمان ماست. من یک خواهشی دارم، 1 ثانیه از تاریخ شیعه رو بیارید که بدون انسان کامل و یک کسی رو که خدا او رو سرپرست این جامعه قرار داده، 1 لحظه رو نام بیارید که بگید شیعه بدون سرپرست زندگی کرده. این از نقاط قوت ما شیعیان است. اینو هانری کوربن میفرماید.
خیلی جمله عجیبی است. یک مستشرق فرانسوی است. حالا یه خاطره هم بگم. به علامه طباطبایی گفتن که باشه چشم. به علامه طباطبایی گفتن که شما این همه با هنری کربن بحث کردی شیعه شد؟ گفت نمیدونم. یه روز موقع نماز ظهر شد، من رفتم نمازمو بخونم، دیدم دست کرد تو جیبش دفترچه رو در آورد. بعد از نماز بهش گفتم این دفترچه، گفت دعاست. گفتم همون دعایی است که کاتولیک‌ها تو کلیسا میخونن. گفت نه، این دعاهای انسان کاملی است که بر لب رانده است. میگه نگاه کردم دیدم دعاهای امام زمان رو برای خودش نوشته برای گفتگوی با خدا. میگه اون انسان کامل این عصر و زمان وقتی میخواد با خدا حرف بزنه چی میگه، من همونا رو بگم. خیلی ما که شیعه این کارو نمی‌کنیم، حالا ایشون دیگه. یعنی اگه ما سوال کنیم از بینندگان محترم کی انس با صحیفه مهدیه داره، ما نمره نمیاریم. خیلی خوب، عالی بود. ان شاءالله این بحث رو به شرط توفیق حیات فرشا هم نظر شما باشیم ادامه بدیم. خیلی استفاده کردیم. عواملی ندارین؟ خواهش میکنم، لطف دارید. محبت دارید. سلامت باشید. خیلی ممنونم که با چشمای مشتاق و مهربان و منتظرتون تا پایان برنامه رو تماشا کردین. آقای کارگردان برنامه هم که از زوایای مختلف برنامه چشم نوازی و